خب چی کار کنم چی؟ اینجوری به هم نگاه نکن دیگه. خب باشه، منم دوست ندارم تو رو، شما رو، خونه خودم رو ول کنم و برم هتل، اما خب چی کار کنم؟ طرف نمیفهمه. در ضمن وقتی کنار هم باشی من کجا میتونم فرار کنم ها؟ در ضمن دیشبم اتفاقایی که تو آشپزخونه افتاد، یعنی خیلی بد شد، خیلی. اما چی؟ خیلی قشنگ بود، نه میدونی؟ انگار که یه لحظه نفسم گرفت، یعنی با خودم فکر کردم که انگار همه چی تو دنیا ممکن میشه. اما خیلی بد شد. آره خیلی بد شد. همینجوری اوضاع به هم ریخته است. آخه الان وقت این چیزاست. در ضمن من خیلی عصبانیم. من تا بیشتر از این عصبانی نشدم باید این خونه رو ترک کنم. دوبله شده در استودیو جیم. هر چقدر میخوای عصبانی شو. عالی. همین که کنارم باشی برای من کافیه. میخواستم بیام اما نتونستم از خونه بیام بیرون. خواهش میکنم عصبانی نشو. دم درم. بله گوش میدم. مرو خوابه. بذار برای توضیح بدم. قضیه اینه که من میخواستم بیام اما لروکس بهم گفت میخوام بیام خونتون، میخوام باهات حرف بزنم. منم گفتم خب وقتی لروکس رفت اون وقت میام، ولی این دفعه مروه خواست با هم حرف بزن. باشه نمیخواد تعریف کنی. همیشه همین توضیحات رو بهم میدی. خب چی کار کنیم؟ اینطوری شد دیگه. مگه تو امشب تو کلینیک شیفت نداشتی؟ همکارم منتظرمه، الان باید برگردم، اما گفتم بیام این چهره ماه و مقصرتو ببینم بعد برم. واقعا که اگه می اومدی خوب می شد، اما متاسفانه نمیتونی بیای. خب پس این کارو بکنیم. میگم فردا شب تو بیا پیش من. نظری چیه؟ امیدوارم فردا شبم برات کار پیش نیاد. نه نمیاد. البته ممکنه یکم دیر بیام خونه چون این اواخر خیلی کارمون زیاد شده. اما میاد. باشه ببینم. میبینمت. میبینمت. چی؟ باشه نگران نباش. وقتی رفتم هتل به دمیر زنگ میزنم. در ضمن سر کارم میبینمش دیگه. ما محکومیم که همه جا و همیشه همدیگه رو ببینیم عزیز دلم. اصلا نگران نباش. گفتم که بدونی.
آخه دمیر واقعا که قفل رو عوض کردی؟ یعنی چی؟ این در چرا باز نمیشه؟ وای باورم نمیشه واقعا. اینجا رم قفل کرده. اینجا رسما زندونه. باشه میخواستم آروم و بی صدا برم اما خودت خواستی دمیر. داری چی کار میکنی لروکس؟ تو نمیتونی منو به زور اینجا نگه حالا داری. که نمیتونی جایی بری پس یعنی میتونم نگه یعنی دارم. چی قفل در رو عوض کردی؟ اینجا رم که قفل کردی دمیر. آره چون میدونم چقدر لجبازی برای همین این کارو کردم. دمیر این صندلی رو ولش کن. ولش کن ببینم لروکس ولش کن. نمیخوام صندلی بشکنه وگرنه نگران شیشه نیستم. دوست محرم امروز اومد همه شیشه ها رو عوض کرد. یعنی چی؟ شیشه های نشکن مست کردی به کل خونه؟ در ضمن همه پنجره ها قفلای امنیتی هم داره. این کاری که تو کردی رسما جرمه دمیر. این جرم. فردا اگه برم ازش شکایت کنم چی میخوای به قاضی جواب بدی؟ میگم آقای قاضی دوستش داره. دمیر یعنی تو همه جا رو قفل کردی. اگه یه چیز فوری پیش بیاد، اگه آتش سوزی چیزی رخ بده چجوری میتونیم بریم بیرون؟ از در اصلی میریم بیرون لروکس. من کلید دارم. چه خوب. پس به منم بده. اما تو که لازم نداری. تو با من میری و با منم برمیگردی. خوبه. حالا که با هم توافق کردیم میتونم برم راحت بگیرم بخوابم. صبح بخیر. صبح بخیر. باشه امروز خیلی کار داریم. دیرمون میشه. قهوه رو تو راه میخوریم. اگه در رو باز کنی میریم. البته بفرمایید. مطمئنم این کلید جدیدت یه یدکی هم داره. البته که داره. یه جای امنه. برای همین فکر کن تنها کلیدمون همینه. یعنی بدون تو نمیتونم وارد خونه خودمم بشم؟ لروکس اگه میخوای دیگه در مورد این موضوع حرف نزنیم با من میری با منم برمیگردی. زود باش برو تو در قفل کنم. صبح بخیر محرم خان. صبح بخیر خانم. ببخشید این وقت صبح مزاحمتون شده. لیلا خانم اینجاست؟ وقت داره؟ آره اینجاست وقتم داره. ببین اونجاست. پس من با اجازتون برم. محرم خان یه لحظه من میخواستم باهاتون حرف بزنم. راستش چیزه یعنی میخواستم ازتون معذرت خواهی کنم آقا. چرا؟ خب آخه من از حدم گذاشتم و تو موضوع خونه دخالت کردم. برای همین خب خواهرم یکم ناراحت شده. یعنی اصلا این بحثا خیلی بیجا بود. لطفاً همدیگر رو به خاطر این موضوع ناراحت نکنین. با اجازتون. صبح بخیر لیلا خانوم. صبح بخیر محرم خان جون. میدونم خیلی کار دارین اما اگه میشه 2 دقیقه بشینیم و حرف بزنیم. بله بفرمایید. لیلا خانوم
این موضوع خونه بدجوری اذیتمون کرد و دلمون رو شکست. آره همینطوره. من کل دیروز رو فکر کردم تا در مورد اینکه کجا زندگی کنیم یه راه حلی پیدا کنم. پیدا کردی؟ خانم محترم، من وقتی شما نیستین نمیتونم راهمو پیدا کنم. برای همین اومدم پیشتون تا با هم پیدا کنیم. پیدا کنیم محرم خان جون، پیدا کنیم. خب دوستان، میخوایم در مورد آخرین اوضاع شرکت حرف بزنیم. الان دستمون پروژه گالری هست. میخوایم به حالت نوستالژی تبدیلش کنیم که هم برای قسمت‌های طراحی داخلی و هم برای قسمت سازه کار بزرگیه. این خبر خوبمون بود. ما به همچین کارهای بزرگی نیاز داریم. و خبر بدم اینه که گیلدریم خان برنده دادگاهی که ازمون شکایت کرده بود شد و چون شرکت آرتمیم کار هتل رو در مدت مشخص شده تموم نکرده باید مبلغ زیادی رو به عنوان جریمه بهش پرداخت کنه. و اگه این موضوع بین همه پخش بشه احتمالاً مشتریامون کم میشه. و پیش بینی می‌کنیم با پرداخت این جریمه اوضاع مالی شرکت بدجوری به هم میخوره. ما داریم جلوی این موضوع رو میگیریم. برای همین باید پروژه گالری رو خیلی سریع تموم کنیم. برای همین یه بار دیگه ازتون میخوام که رکورد تموم کردن یه پروژه رو بشکنیم. قبلا این کارو کردیم، بازم انجام میدیم. من به کل اکیپم اعتماد دارم. همتون موفق باشید. روزتون بخیر. مربوط به کارهای آلارا بود داره؟ آره مربوط به همونه. این چه قیافه ایه؟ به خودتون بیاین، اینجا آرتمینه. ما چه طوفانایی که ندیدیم مگه نه؟ بخندید. براک میشه یه لحظه حرف بزنیم؟ آخه الان وقت عشق بازیه ای بابا. براک من هیچی ازت نمیپرسم باشه، فقط یه خواهشی ازت دارم. هر کاری داری میکنی دیگه ادامه نده. ایلول نمیدونم چی فکر میکنی اما براک خواهش میکنم. فکر کردی من احمقم؟ بگذاریم اینجا وقت این حرفا نیست. شب میشینیم و با هم حرف میزنیم. کلی کار عقب افتاده داریم. میبینی ما خراب میکنیم طرف درست میکنه. دارم دیوونه میشم. به نظرم ما دیگه بیشتر از این درگیر موضوع روزنامه ها نشیم. مستقیم آلارا رو تحریک کنیم که از دمیر شکایت کنه. اینجوری هیئت مدیره سریع دمیر رو اخراج میکنه. فرخ به اون آدم ها زنگ بزن، بهشون خبر بده، تمومش میکنیم. دیگه هیچ کاری نکن. با شرکت های دیگه هم صحبت نکن. بگو این پروژه خراب کردن دمی رو تمومش کنن. خوبه؟ پس نقشه منو اجرا میکنیم. هیچ کاری نمی کنیم. باید یکم فکر کنم. اون ذهنتو درگیر کرده آره؟ ایلول به تو گفتم اونو قاطی کارات نکن. تنها چیزی که قاطی کرده ذهن تو براک جون. اگه این شرکت رو من و تو مدیریت میکردیم تا الان کلی پول داشتیم، برای خودمون شاه میشدیم که اینا رو خودت بهم گفتی. چون که ما وقتی لازم بشه کارهای خلافم میکنیم، اما اونا گفتم میخوام فکر کنم. بهشون زنگ بزن بگو دیگه هیچ کاری نکنن.
کردم کمرم درد گرفت. آی منم خیلی خسته شدم. نمیدونم چرا کارای این شرکت هیچ وقت درست نمیشن. ما یه بار یه همچین کمپ کاری داریم. ای خدا. آلارا کشتی‌ها رو آتیش زد. ما هم اینجا داریم غرق میشیم. البته انتظارشو داشتیم. الو چطوری آردا؟ تونستی کاراتو حل کنی؟ غذا؟ امشب؟ باشه عالیه میام. باشه اما من هنوز تو شرکت کار دارم. آماده که شدم بهت خبر میدم. باشه خیلی خوب. باشه میام. میبینمت. چیه؟ راستش دمیرخان تو رو به زور برد تو خونه. خب حالا چجوری میخوای بری سر قرار؟ یعنی به نظر من خیلی سخت. عمرن نظر. برای اینکه با دوستم برم بیرون غذا بخورم باید از دمیر اجازه بگیرم؟ راستی دیشب رفتین خونه چی شد؟ چی میخواد بشه؟ منو تو خونه زندونی کرد. قفلارم عوض کرده. نتونستم بیام بیرون. اگه فکر میکنه با این کارا میتونه دل منو به دست بیاره کاملا در اشتباهه. ببینم شماها چتون شده؟ باید اون چی کار کنه تا تو آشتی کنی؟ آشتی نمی کنی. آها البته. آره لروکس جون البته که همینطوره. نباید اون وقت شب خونه عشقش بره. نباید منو اونطوری تو خونه زندونی میکرد. حالا بهش نشونش میدم. حالا ببینی روی اینم کار کردیم. یعنی روی طرحهای لروکس هم یه چیزایی اضافه کردیم. این جالبه. نور مکان منو بالا میبره و چون کارش بیشتر میشه میتونیم بودجه‌ش هم زیاد کنیم. اما یکم طولانی میشه. ما باید تو مدت کمی تمومش کنیم. پس باید روی طرحهای دیگه کار کنیم. نه این خوب نیست. از این کارتون خوشم اومد. با ایلول حرف بزنین ببینین میتونه در مورد زمان دریافت هزینه‌ها کاری بکنه. باشه پس من میرم. براک منم میتونم برم؟ قسمت من برای امروز کافیه. میتونین برین. موفق باشین. هایده ما یکم دیگه کار داریم. میدونم دمیر خان. من اینجا. شب همگی بخیر. شب بخیر. من طراحی رو ادیت کردم. همینجا میذارمشون. اگه خواستین میتونین ببینین. ممنون. خونه میری؟ نمیدونم. دوبله شده در استودیو جم. لروکس خانم فردا هم مثل امروز سرمون خیلی شلوغه میدونی؟ برو خونه و یکم استراحت کن. آها یعنی این بود؟ این همه داستان درست کردی همین بود؟ من نمیخوام تو بری بیرون بمونی. اتفاقا برعکسشو میخوام. باشه پس موفق باشی. فیروزه من با محرم خان حرف زدم. با هم به توافق رسیدیم. یه راه خیلی خوب پیدا کردیم. وای خیلی خوشحال شدم. خب میخواین چی کار کنیم؟ خونه خودمو به دختران نشون میدم تا به سلیقه لیلا خانوم دکوراسیون اونجا رو درست کنن. آها یعنی میخواین اونجا زندگی کنین؟ نه 5 روز هفته اونجا زندگی میکنیم. 2 روزم تو ویلا. البته اگه از نظر تو مشکلی نداشته باشه. خب البته که مشکلی نداره. البته خب بیاین اونجا هم خونه شماست. خب ماه عسل میخواین چی کار کنین؟ خب در مورد اون حرف زدیم به نتیجه رسیدیم. شایدم رفتیم جنوب. من اصلا جنوبو ندیدم. همیشه دوست داشتم برم. چطور ممکنه لیلا خانم جون؟ اونجاها خیلی خوشگله. حتما باید ببینی. در ضمن تو این فصل اونجاها هم هنوز گرمه. آره خب نسبت به شمال گرمتره. اما من خیلی مشتاق گرمای اونجا نیستم. من فقط میخوام باغای انگورشو ببینم. بعد دوست دارم باغای سرسبز لوانتو ببینم. همین برام کافیه. باغای سرسبز؟ راستش شما دقیقاً منظورتون کجاست؟ یعنی اگه بخوام در مورد کالکان بگم آخه اونجا هم زیاد چیزی نه پروانس، جنوب فرانسه. آها
من الان متوجه شدم. یعنی وقتی من گفتم جنوب شما آره منم وقتی شما گفتین جنوب فکر کردم. باشه مشکلی نیست، من تورا رو بررسی میکنم. الو لروکس جون چی کار کردی؟ رفتی؟ میاد در خونه؟ اونجا قراره همدیگه رو ببینین. پس خوبه. نه ما هنوز با دمیر خان تو شرکتیم عزیزم، داریم کار میکنیم. نه نگران نباش، به شما خوش بگذره. دمیر خان منم میخواستم اینا رو بهتون نشون بدم. چطور شده؟ خوبه آیدا، لروکس گفت قراره امشب بره بیرون شام بخوره. فقط من اسمشو یادم رفت. چی بود اسمش؟ دوست دبیرستانیشه. طاقت نیاورد به شما گفتاره. من خیلی خوشحال شدم دمیر خان، چون وقتی لروکس عصبانی میشه سر خود برای خودش هر کاری میکنه. اما مگه چیه؟ چرا اینو نگه؟ به هر حال میخواد یه شام با دوست دبیرستانیش بخوره، مگه نه؟ خسته نباشی. براک سلام. همش از بیرون سفارش میدیم. یه چیزایی گرفتم، ببینم میتونیم یه چیزایی باهاش درست کنیم. امتحان کنیم ببینیم. دمیر میپرسه میتونیم مدت زمان کار پروژه گالری رو کم کنیم. نظرت چیه؟ حرف میزنیم، هر کاری بتونم انجام میدم. شما مطابق پروژه پیش میری؟ آره. تعجب میکنی اما داریم خوب پیش میریم. چی شد؟ یعنی هر کی فقط اگه کار خودشو انجام بده تو شرکت هیچ مشکلی نمیمونه. آها این موضوع رو میگی. کاری نمیکنیم. درسته میخواستم بکنم اما نمیکنیم. اول این کارا رو ردیف میکنیم، بعدش ببینیم اوضاع چی میشه. اوضاع؟ یه ظرف برای سس میخوام، یه ظرفم واسه ماکارونی. یعنی در این حد میخوام قربونت برم. داری با اون مردی که میری شام بخوری ها؟ آره لروکس خانم. باشه برو، چون منو تو خونه ایلول دیده میخواد اینجوری تلافی کنه. من رفتم اونجا در مورد کار حرف بزنم. کار؟ تو برای چی داری میری؟ اصلا برای چی داری میری؟ ببینم برای چی داری میره. شب بخیر. تاکسی داره؟ من امشب یه ماشین برای شماره 57 خواسته بودم. بله لروکس خانم. من نامزدشم، بهش دسترسی ندارم. میشه بگین کجا رسوندینش؟ یه لحظه خواهش می‌کنم بفرمایید. باشه خیلی ممنونم. خداحافظ. آیدا ببین چی میگم. از صبح تو شرکتیم. لپتاپو بردار بریم بیرون کار کنیم. در ضمن چیزایی هم میخوریم. باشه دمیر خان، بعدش برمیگردیم شرکت. نه تو هر چی لازم داری به خودت بردار، من تو ماشینم. باشه.
ممنون. آی خیلی خوب شد. اینجا خیلی خوشگله. آره واقعا خیلی خوشگله. منم اولین باره که اومدم اینجا دوستان بهم پیشنهاد دادن. چقدر ساکته. اصلا خیلی خلوته. آره واقعا خیلی خلوته. چی بود کل روز همش سرسام گرفتم؟ البته خیلی هم خلوت نیست، اما البته وقتی به شلوغی استانبول عادت کنی. البته بدترین چیز اینه که عادت کنی. وقتی عادت میکنی تو نبودش دنبالش میگردی. یعنی یه چیز غیر ارادیه، دست خودت نیست. بله استانبول جاییه که آدم رو عاشق خودش میکنه. آره واقعا منم عاشق کرد. من عاشق خودش کرده، بعدش بی وجدان ول کرد رفت. بی وجدان. یعنی استانبول یه شهر بی وجدانه و زندگی توش خیلی سخته. من خیلی سعی کردم برم اما نمیتونم دیگه. نشدنیه. اونم نمیتونه از تو دل بکنه. اما چی شد؟ چی شد؟ مگه من میذارم هر کی اومد صابخونه اینجا بشه؟ نه نه. در مورد استانبول حرف میزنیم درسته؟ البته که در مورد استانبول حرف میزنیم. منو رو نگاه کنیم. ببینیم. بذار ببینم. خوش اومدین قربان. ممنون. 2 نفرین؟ بله 2 نفرین. بفرمایین از این طرف. نه اونجا نمیشه، ما اینجا میشه. اما میز رزرو شده قربان. مخصوصا اون میزو خواستم؟ بله آقا. چرا اون میز خواستم؟ مشتری دائمی هستن، هر وقت میان همونجا میشینن. اما میزای دیگه هم خیلی خوبن. نه نمیشه، ما این کارو میکنیم. ما میگیم سر اون میز مشتریاتون که اومدن بهشون بگین اشتباه شده و از بهترین شیرینیاتون بهشون بدیم. بزنیم به حساب من. باشه بریم. اما چیز میگم ما قراره کار کنیم. این نزدیکا پریز داره، برای لپتاپ میخواستم شارژش تموم شده. اون یکی میزامون دارن. اشکالی نداره، شارژش تموم میشه. تموم بشه یه جوری حلش میکنیم. بیاید. ممنون. وای دیدی چجوری اون جشنواره رو از دست دادیم؟ اضافه کاری هم وقت گیر آورده بودا. آره دوستم منو با تمام بازیگرای فیلم آشنا کرد. بعد از فیلمم همه با هم رفتیم خوشگذرونی. واقعا؟ آردا میدونستی من اون پسری نقش اول فیلمو خیلی دوست دارم اما نتونستم باهاش آشنا بشم. خب من اونجا بودم و در مورد تو بهش گفتم طرفدار 2 آتیشه شماست. آخه تو چرا آبروی منو میبری؟ نه جونم آبروت نرفت، فقط چند دقیقه در مورد تو حرف زدیم همین. خیلی کنجکاو شد ببینتت، برای تئاترش دعوتت کرد. جدی میگی؟ قراره چیز کنه، اسم تو رو به لیست اضافه کنه. گفت هر موقع خواست میتونه بیاد. در ضمن گفت یه جعبه شکلات هم بگیره با هم شیرینی بخوریم و یکم درد و دل کنیم. عجبا. خب طرحهای بنای بیرونی و همونطور که میخواستین آماده کردم دمیر خان. اگه اینا رو هم بهش اضافه کنیم اینطوری دیواراش هم محاسبه کردیم. دمیر خان چقدر میتونیم از داخل بنا استفاده کنیم؟ ها؟ یه لحظه حالا نگاه میکنم. یعنی چی شده که اینقدر داره میخنده؟ بله؟ یعنی میگم قسمت بیرونی اینو، یعنی میگم یه چیزی در نظر بگیریم که مردم رو بخندونه، بهتر نیست؟ برای بنای بیرونی گالری؟ نه
البته که اون نمیشه. خیلی چرته. مگه میشه الکی بخندی؟ نه نمیشه. بی دلیل. یعنی باید یه دلیلی داشته باشه. اون دلیل چیه؟ ممنون. ممنون. آیدا من الان میام. البته. آرایش کن آرایش کن. آره خب کم آرایش کردی. به دلت نشسته. انگار بدون اونا خوشگل نیست. قشنگ میخواد جلب توجه کنه. دمیر لروکس دمیر تو اینجا؟ باورم نمیشه تو منو تعقیب میکنی؟ کی؟ من؟ خواهش میکنم. در ضمن من چرا باید تو رو تعقیب کنم؟ اصلا در شأن تو نیست. در ضمن این کاری که کردی اصلا کار قشنگی نیست. یعنی من نمیتونم با دوستم شام بخورم دمیر؟ لروکس تو کلن توهم زدی. تو باعث شدی. به خاطر توه. به خاطر تو دیوونه شدم. نمیتونم راحت بیرون غذا بخورم. واقعا؟ این حالت ناراحت توه. واقعا آفرین. اما اون تو یکم پیش خیلی شاد و خوشحال بودی. میخوای یکم دیگه به صورتت پودر مود بزنی؟ چون الان خیلی سرخ شده. آره از عصبانیت. از عصبانیت. بگذاری من مزاحمت نشم. پسر منتظرته. منم کار میکنم. کار هر کاری که دوست داری بکن دمیر. حالا نشونت میدم. شما هم اینجایین؟ چه تصادفی. دوستام اینجا رو بهم پیشنهاد دادن. گفتن یه جایی هست که اگه بری خیلی میپسندی. راستش ما همیشه تو شرکت غذا میخوردیم اما اونجا خیلی حوصلمون سر رفت. گفتیم بیایم بیرون کار کنیم و غذا بخوریم. البته یکم عجیب شد انگار دنبالتون کردیم اما خب راستش. لروکس ببین دوستاتم اینجا. آخه آیدا جون چه تصادفی. لروکس جون به خود من هیچی نمیدونستم. سلام دمیر. سلام. حالا که اینطوریه بفرمایید با هم شام بخوریم. نه جونم اونا میخوان کار کنن. کار دارن نه؟ البته ما مزاحم شما نمیشیم. نه کارمون تموم شده بود. یعنی میتونیم بشینیم. آیدا اما دمیر خان راستش یه چیزایی هست که هنوز باید بهتون نشون بدم. ببخشید ما میریم سر این میز. میشه وسایلمون رو بیاریم؟ البته. ممنون. بفرمایید. بفرمایید. دوبله شده در استودیو جن. راستش اون قدم بد نشده ها. یعنی کاری نیست که نشه بخوری. راستش خواستگاری خیلی سخته. اگه بگم اون شب از ترس مردم دروغ نگفتم. لروکس اون پای من هی میخواد سوال بپرسه همش بهم کنایه بزنه همش سرکوف بزنه. کی میخواد با اون سر و کله بزنه؟ این وسط نظم و نظامی وجود نداره. هیچ وقتم نبوده. اما باید باشه. مگه این مخفیانه بود؟ در ضمن مگه من باید به تو بگم که دارم کجا میرم؟ آره بایدم بگی. هی نه بابا کی گفته؟ من میگم. حسن خانم میدونه که تو انداختی زندان. سریع بیا به این آدرسی که میفرستم. هر کاری میخوای بکن. همونطوری که قبلا نجات پیدا کردم بازم خودمو نجات میدم. ایلول گندوزلی چی؟ و من بهترین نیستم. نمیتونم باشم. خوشبخت باشه.
برو. دمیر ارندیل، بوراک یانگن، فرخ اوزالدیل، شماها باید بیاین اداره پلیس.